روز 27 نوامبر در میدان نزد بنای حکومت ولایت مختار کوهستان بدخشان در مرکز شهر خورخ باز تیرپرانی صورت گرفته درباره جراحت برداشتن دست کم 4 نفر خبرها به دست رسیدند و گفته شاهدان تیرپرانی بعد سخنرانی رئیس ولایت گنرال علیشیر میرزانباد سر شد. علیشیر میرزانباد همراه وزیر انرژتیک و ذخیره‌های آب تاجیکستان دلیر جمعه و یکی از رهبران غیر رسمی خورخ خورسند مزاروف معروف با لقب چشم کبود به نزد تظاهرگران برآمده از آنها خواستند که خانه به خانه شده راه را باز کنند. گنرال میرزانباد وعده داد که مقامات حادثه های روز 25 نوامبر را که در آن 3 ساکن بدخشان کشته و 15 تن دیگر زخمی شدند تحقیق میکند. اما سخنرانی رئیس ولایت اعتراضگران را قانع نساخت و آنها به طلب استعفای علیشیر میرزانباد ادامه داده. وقتی که وی بعد انجام سخنرانیش میخواست به بنای حکومت برگردد به وی نزدیک شدند. در این هنگام کدامی از نیروهای قدرتی که برای حمایت رئیس ولایت مختار کوهستان بدخشان سفربر شده بودند به بالای ازدحام تیر کشید. و در نتیجه به گفته شاهدان نکم از 4 نفر جراحت برداشتند. از پلیس خبر داد که تیرپرانی وقتی سر شد که کسی از ازدحام به علیشیر میرزانباد حمله کرد و او از سرش جراحت برداشت. مقامات این حادثه را هنوز رسما شرح ندادند. به اداره بامداد ویدیویی را فرستادند که در آن صدای تیرپرانی در محله اعتراضهای خورخ به گوش میرسد، ولی هنوز پورا تشخیص نشده است که این ویدیو از روز 27 نوامبر است یا پیشتر ثبت شده است.